سلام و درود با بینندگان گرامی، هموطنان عزیز، فعالان ساحه سینما. چون هر وقت با شما هستم و آغاز میکنیم برنامه را از دقیقه‌های طلایی. همون گونه که میدونید هر یک انسان باید در جای خود وظیفه خودش کار کند. مثلا آشپز، نانپزی، دهقان، کشاورزی، دروازه‌بان، باکسوری و مانند همین ها. این البته رسم است، این عنعنه در میان مردم ما و این حالت دوام میکند در بین عوام. ولی من امروز خواستم که نقش دپوتات یا اینکه نماینده یا اینکه وکیل مردمی را برای شما عزیز و گرامی اجرا کنم. تا چه حال من، یعنی تا چه قدر از این کار میبرایم و شما وابسته است. التماس میکنم کسی خفه و ناراحت نشود، چون این حجم و یک هزل دوستانه و برادرانه است. با ما باشید خانمان و جنابان، انتخاب کنندگان مهربان. من امروز آمدم که با شما از نزدیک صحبت کنم، از حیات شما آگاه شوم، صحبت کنیم. برنامه پیش از انتخاباتی خودم را با شما یعنی معرفی کنم. پیش از همه من برای آن آمدم که از کمبودی و مشکلات، از پرابلم های همین شما آگاه شوم. البته نه باز همین باز میکروفون دیکتافون کامیرا و ای ژورنالیست ها هیچ جای گریز نیست. مرحمت کنید این جای شما از این پیش مرحمت کنید. همین شما یه اون کار دیگر ندارین میا؟ همین دایم باده من میگرین می؟ چه؟ نفهمیدم. خبر؟ چه خبر؟ خبر در اینجا بشنید. در من میخبر. انا مسکل با خبر. نزی جرناس کنید؟ پرزیدنت ماجرا. انا اونجا با خبر. خبر در من چی کار میکنن؟ من باور کنید من شما بسیار چه ندیده و نسنجیده می نویسید. من راستی گفت بسیار خفه شما نپرسیده، نسنجیده، تحلیل نکرده، نفهمیده چیز خواهید می نویسید. من هر یک شماره همین گزیت های می خوانم. باور کنید من سخت خفه. یخه نکنید دیگر. پیش از اون که می نویسید یک چیز بیایید تماس گیرید، زنگ زنید یا اینکه معاین کنید بعد نویسید. از پشت همین نوشتن های باور کنید من شب و روز خواب نرفته هر یک شماره گزیت میخوانم. حتی ژولت پرسی هم میخوانم که درباره من یگان چی نوشته باشد. یخه نکنید. خب با شما فرقشین نوشتن که دپوتات عرق 8 تومانه می نوشد. باور کنید من از غم ملت می نوشم. این غم ملت براشته گشتن کار آسان نیست. صد افسوس که شما در جای من نیستید، که یگان شما خیش من نیستید. دپوتات نمیشوید. میبخشید دپوتات نمیشوید، یعنی نه کار نمیکنید. این غم ملت براشته گشتن آسان نیست. نمینم گپ شد رفیق دپوتات عرق 8 تومانه بنوشد. 10 تومانه نه و 8 تومانه. یخه نکنید برادر عزیز. کم زنگ زنید، بیایید مسئله گذاری میکنیم، مسئله حل میکنیم. یخه نکنید. شما میدانید که یک آواز برای من چقدر پول میستد. میبخشید چقدر مهم است برای جمعیت. خیلی نکنید مخصوصا در عرفه انتخابات حتی با مالکیت شخصی من دخالت کردید. خیلی به شما فرق است که فرزندی من با اینامرک میگرد و من باشم با زپروژ دولتی. میبخشید آخر معذرت والگ آخر. خیلی نکنید. این عاقبت خوب نداره. این وای کردنش ممکن. باز این به احترامی نسبت من، نسبت مجلس، نسبت پارتیا من بعد که نوشتنی شده بیایید اول پرسید، میشنیم، میسنجیم، تحلیل میکنیم، حل میکنیم، بهاگذاری میکنیم، بعد مینویسید، سایت بنویسید، زنگ زنید. نکنید. اینقدر مالکیتی من از کجا؟ من یگان مالکیت به من دخل دارد. همش از آن زنم.
همون یکتا همونی که در دوره جوانی به تجارت مشغول بود چی؟ به نفقه؟ ای برادریز من با کتاب مقدس با کنستیتوسیا قسم میخورم که مالکیت همش از زنم هست. گمان نکنید که زنک نفقه این کار کردند. اما در مسکو استریپتیز کلوب برای پیرانسالا هست که پنسیونی را با چی؟ در ما نمیشت از می با تجارت مشغول است. ممکن نبود است می یک تحلیل کنید یک وقتی یک چیزی میپرسید یک تحلیل کردن نکنید فهمیدن نکنید درست کردن حلیل کردن نکنید عصبی نکنید منه من عصبم خسته دینم کسل منه دیرم من دینم کسل منه دیرم جواب میتین یکون روزنامه شما جواب میتین این مسئله با زمان پیش رفت همه چیز تغییر یافت دیگر روزی ممکن به 18 که رسید تجارت صاحب ملک منزل میتواند شده هر یک شهروند نوابسته از فرزندی کی و جنی کی بودنش البته در طبقه بندی صنفی یا که فرمول بندی بعضی چیزهای الگبرا یا که متمتیکی جای دارن ولی این مهم نیست قانون اینه تصدیق کرده است ژورنالیستان گرامی ریسپوبلیکیان محترم انتخابشیان گرامی بسیار هم بی‌نهایت عزیز برای من چقدر که شما میدانید انا از سالهای 1622 تا به این جانب یگان حزب یگان نفر برای از بحران برآمدن یگان برنامه ضد بحرانی تهیه نکرده است یگان نفر اینا ما گروه کاری تشکیل کردیم حاضر که در جمهوری کریزیس رفته ایستاده است یعنی ریسپوبلیک ما که به همین کریزیس دچار شده است ما برنامه ضد بحرانی آماده کردیم که برای 6-7 سال آینده بس از عملی خواهد شد انا مخصوص من همین شرایط های موجوده و غیر موجوده را به نوبت گرفته گروه کاری تأسیس دادیم که انشالله پس از 2 سال به کار خود آغاز میبخشد ما همه چیز دیده سازیم ما همه کار میکنیم که من همین شما از همین حزب ما برادر از همین من راضی باشید من میخوام که ارزنده آواز شما باشم من برای که به مردمی من همین ساکنان همین منطقه کمک کنم همه مسئله های اجتماعی اقتصادی دیده من برنامه ریزی کردیم انشاءالله مهاجرای مهنتی کم کرده من کوشش میکنیم که مهاجرای خارجی را از اینجا آزاد کرده برای شهرونده خودم ما جای کاری مهیا کنیم ما اینو نیتی کردن داریم پیش از همه این با خود شما وابسته است برای همین از شما انتخاب کنندگان گرامی ریسپوبلیکیانی عزیز خواهش میکنم که در حیات یعنی اقتصادی اجتماعی پلیتیکی مدنی فرهنگی و غیره و غیره فعال باشید فراموش کردم که در صورت وکیل انتخاب شدنم به شما وعده میدم که در یک شبانه روز تمام ساکنان اهالی را با 25 ساعت نیروی برق تامین میکنیم همچنین وعده میدم که همکاری را با نمایندگان محل یعنی جمعیتی برآمده برای بهتر شدن رشد زندگی کوشش میکنیم در آخر از شما انتخاب کنندگان گرامی همدیاران بسیار هم عزیز خواهش میکنم که در ورقه انتخاباتی اگر نام مرا که دیدید با احترامانه خط نزده در رو بالای کش اگر کتکچه گذاشته باشند یعنی دیزاین را فراموش نکرده باشند پیلیوس گذارید زیرا 5 سال دیگر من با شما خواهم بود
و البته در خدمت شما باز 5 سال پس وا میخوریم انشاءالله همه مشکلات حل میکنیم. این بود خب برنامه پیش از انتخاباتی من همچون دیپوتات یکی از حزب‌های سرسانی و سرگردانی. چقدر مشکل است بعد از اجرای نقش دیپوتات مجبور میشه که من هم از همون 8 صبحانه ها 50 گرم بنوشم. بینندگان گرامی، چند لحظه پس بخش الهام هفته پیشنهاد شما میگردد، منتظر باشید. بخش الهام هفته است و باز بنده در خدمت شما هستم. این بار ما از نوشته های این گلچین گفتارهای را انتخاب کردیم از ایجادیات نویسنده و هجنگار روس میخائیل ژوانتسکی. اگر خویش و اقربا و دوستان و شما از دیر باز زنگ نزده باشند، یقین دانید که آنها یگان مشکلی ندارند. چقدر بد است زمانی که آرزوهای تو در مردم دیگر عملی میگردند. همان قدر که با آینه نگاه میکنم، همان قدر باوریم نسبت عقیده های داروین زیادتر میشوند. بهتر است طعام به اشتها باشد نظر به آنه که اشتها باشد و طعام نه. با شما یاردم دهم و یا اینکه خلل نرسانده آهسته دفع شوند. عقل معرفت همیشه با سن و سال موافق نمی آید. می شود که سال آید و عقل نه. اگر بخواهید که قدر پول را دانید، قرض بگیرید. هیچ کس در امریکا از گرسنگی نمی میرد. در آنجا مردم از فربهی یعنی پرخوری می ففتند. این از خود من است، از جناب آقای ژوانتسکی نیست، از برداشت ها از زندگی است. هرچند نویسنده ها از تلویزیون های دولتی دور نشده باشند هم، اما خواننده ها غیب زدند. وطن دوستی این یک قاعده فهما معلوم و مخصوص ترتیب داده شده می باشد که ما باید از روی آن بدتر از دیگران زندگی کنیم. بخش دیگر داریم با نام لطیفه ها، یعنی لطیفه ها از حیات روزمره مردم و جامعه جهانی همیشه پیشکش شما میگردند. مکان، زمان و نویسنده لطیفه ها هرگز و معین نخواهد بود، زیرا اینها انتخاب شده ها از هر گوشه و کنار عالم هستند، مخصوصا از جهان اینترنت. جناب رئیس خسته نشده؟ از چی؟ چخل از چی؟ از پاره‌گیری آخر. یاردمچی رئیس گفت و رئیس دعای کمپیرانی معاصر دندان پاره‌گیر شکند. سرگشته و پیرگشتن های زمانه را دیدم با اشتراک شخصی خودم. نوشت کمونیستی که دموکرات شده بود. عزیزم دل تو دریاست، گفت عاشق با محبوبش. به همین خاطر ماهیگیرانش بسیار زیر لب اشاره کرد محبوبه. فوتبالباز مشهورم شده باشم اما انکار نمیکنم که کروپسیا وجود ندارد. در طرفخانه مردی از شخصی که در پهلویش نشسته بود نمک پرسید. مرد هم پهلویش گفت تو مرا گرسان گمان کردی؟ نه، من تو را آدم خیال کردم. گفت مرد. از اهل خیرت شخصی به احمق نگریست که بالای سنگ نشسته بود و گفت سنگ بالای سنگ. زنی نغز جنت شوهر است، شوهر بد دوزخ او. مرد سر به بالین مرگ نهاد و پیش از جان دادن زنش را خواند و عذرخواهانه و گفت عزیزم منو ببخش که به تو خیانت ها کردم و در غیبت با دوگانه خواهرت و دوگانه خواهرت هم خوابه شدم. همش را میدانم آرامکک حیات را پدرود گوید. من برای همین گناه هایتان به شما زهر دادم، گفت زنش. در رفت صحبت زنی به شوهرش گفت یاد داری مردهای پیشتر برای زنها چه کارنمایی هایی میکردن؟ یکی خودکشی میکرد و دیگر یک به یک تیرپرانی. سیوم خود را از جریح میپرتافت و چهارم خود را آتش میزد. ولی زنهای آن وقت زنهای حقیقی بودند. حاضر چی همه فرشیوی، گفت شوهرش. بینندگان گرامی، تماشابینان ارجمند، همزبانان، هموطنان عزیز و نادر من،
تا این لحظه بودم با شما من و برنامه رو به انتها نمیرسانیم، خیر خوش نمیکنیم. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. با شما بودم سخنبک. با شما بودم من سخنبک. بینندگان عزیز گرامی خیر خوش نمیکنیم، چون هر وقت من با شما هستم و در همین ساعت و همین دقیقه شما رو در همین استودیو منتظر میشم. خدا حافظتان. یک دل میگه برو برو، یک دلم میگه چو کنم گیرم